عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. لا وربي لن أبالي. من با عنوان یک زن مسلمان تاجیک از نام تمام زنان مسلمان تاجیک به دفاع صدا بلند میکنم و حقیقت را به تمام مسلمانان دنیا میگویم. امروزها کفار و طواغیت تاجیکستان قانون را تهیه نمودند که دیگر زنان مسلمان حق حجاب کردن را ندارند و ریدها تشکیل نموده با تحقیر و توهین ما زنان مسلمان را به محکمه برده سطر و حجابهایمان را میگیرند و باز در برابرش پول نیز طلب میکنند، یعنی از دینمان باج میستانند. جمهوری تاجیکستان دعوای دولت دموکراتی و دنیوی بودن را میکند، اما در تهیه کردن قانون به نظر کسی از شهروندانش نظر نمیکند و دائم کوشش میکند که قانونهای ضد دینی و ضد شرعی را تهیه نماید و تمام حق و حقوق ما مسلمانان را پایمال کند. از سال 2004 این جانب ما زنان را از رفتن به مساجد منع کردند، در مدارس دینی تحصیل کردن را منع کردند، تعلیم قرآن گرفتن نزد قاریای قرآن برای ما زنان قطعیاً منع است و آخر رسیدن به منع کردن حجابهایمان. اگر ما خاموشی را اختیار نماییم پس فردا ما را نعوذ بالله به دیگر کارهای پست و کثیفانه دعوت خواهند کرد. ریش را منع کردند. تا 18 ساله به مسجد رفتن برای جوان مسلمان قطعیاً منع است، حتی برای دانشجویان که سنشان از 18 گذشته است، در حالی که میگویند تاجیکستان دولت دموکراتی است. چی؟ دموکراتی فقط برای پابرهنه و سربرهنه هاست؟ برای حافظه و رقاصه هاست؟ چی؟ ما زنان مسلمان حق انتخاب در پوشیدن لباس را نداریم؟ چرا به حال دیگران توجه ظاهر نمی کنید؟ چرا پیش راه فاحشه ها را نمی گیرید؟ چرا به دیسکوکلو و فاحشه خانه ها و شراب خانه ها توجه ظاهر نمی کنید؟ چی؟ پاک و عفیفه گشتن در تاجیکستان جنایت است؟ چرا حق و حقوق ما را پایمال میکنید؟ ای مسلمانان دیگر چیکار کنند که شما بیدار میشوید؟ چیکار؟ چی را انتظارید؟ انتظارید که مثل دیگر از کفار به خاطر حجاب به ناموس ما نعوذ بالله دست زنند؟ انتظارید که به خاطر حجاب ما را مورد لط و کوب قرار دهند؟ انتظارید که ما زنان امت را در زندان ها جای دهند؟ تحویل گیرید، اینها را انجام داده ایستادند، تحویل گیرید. این کافران به مدرسه اول فرزند که مادر از ضربه زده ایستادند و دانید اگر خاموشی را اختیار کنید چند سال بعد دیگر اسلام را در تاجیکستان نخواهید یافت. با الله قسم اگر این قانون ها جاری شوند شما بعد از چند سال اسلام را در تاجیکستان نخواهید یافت. این کافران نسل مسلمانان را در تاجیکستان میخواهند از بین برند، میخواهند شریعت الله سبحانه و تعالی را از بین برند، میخواهند دیوسی را قانونی کنند. اینها این را میخواهند. امروزها که غیرت پیدا کردن مردان مسلمان را از گذاشتن ریش منع کنند، امروزها که غیرت پیدا کردن که جوانان را از رفتن به مسجد منع کنند، چند وقت بعد خواهند گفت که دین اسلام از عرب هاست پس بیایید برگردیم به دین بابا و پدرهایمان که در گذشته داشتند، بیایید زردشتی شویم. زردشتی شویم گفته برای قبول دین زردشتی مردم را وادار میکنند و حالا که میگویند یگانه دینی که انسان میکشد اسلام است و میگویند که حجاب وسط نشانه بیسوادی مردم است، نشانه بیفرهنگی است و آنها دعوا میکنند که باید تاجیکان روی مالچه تاجیکانه بندن. سبحان الله.
ای دیوسی که میگویی ستر و حجاب را ترک کن و تاجیکانه بند، این کجایش بدن دختری تو را میپوشاند؟ این کجایش بدن دختری تو خواهری تو را میپوشاند؟ ای دیوسی بغیرت، بگو آیا این پارچه خردکک کجای بدن زن و دختر و خواهر و مادرت را میپوشاند؟ کجایش نزاکت بدن زن دخترت را میپوشاند؟ تو اینقدر دیوسی بغیرت شده ای؟ آیا یک بار نمی اندیشی که مرد گرسنه چشم گرگ فاسق به بدن همسرت با کدام چشم نگاه میکند؟ تو چگونه مردی؟ حالم از شما به هم میخورد، والله از شنیدن چنین سخنها حالم به هم میخورد. مگر ای برادری مسلمان نمیخواهی دخترت پاک باشد، همسرت پاک باشد؟ مگر نمیخواهی عائلت نسلت پاک باشد، نسلی دیندار نمیخواهی؟ اگر میخواهی پس چرا خاموشی؟ چرا خاموشی؟ خاموش مانید و به این قضیه بی‌طرفی کنید. دانید این را چند وقت پس دیگر پیش راه فساد دختران و زنان تاجیک را گرفتن نمی شود. حالا حاضر شده ایستاد، از خودتان میدانید چی بیرسه به چند سال بعد. اگر راه اینها گرفتن نشود، بعد چند وقت نکاح مرد با مرد قانونی می شود، بچه بازی اوج می گیرد، فساد اوج می گیرد. آن وقت بجز تماشا همانندی که حاضر کرده ایستاده کار کردن نمی توانید. این کفار دارد عقیدت را ویران می کند، هر راه را دارد امتحان می کند تا تو گمراه شوی و حقیقت را نبینی. این روز دارد از علماهای خریدش استفاده می کند، دارد از علماهای زر خریدش استفاده می کند تا تو حقیقت را نبینی. دارد از کسان استفاده می کنند که سخنش برای مردم دین است. دارد از سگهای کثیفش استفاده می کند. تو چرا اینقدر کوری نمی بینی؟ تا دیروز حاجی میرزا می گفت حجاب امری الله سبحانه و تعالی است، داشت از حجاب شرعی دفاع میکرد، از حجاب شرعی دفاع میکرد. امروز مجبورش کردن که با نفعشان گپ زند. تو چرا اینقدر ساده ای برادرم؟ چرا دختر خودش را امر به پوشیدن لباس به نام ملی نمی کند؟ چرا؟ چون حقیقت را میداند. و زن و دختر و خواهری تو را امر میکند، چون خواهری تو دخترش نیست، خواهرش نیست. و باز ادعای دلسوزی میکند و میگوید دل من به شما میسوزد، دلت به حال خودت سوزد که تباه شده ای. دین فروش. باز میگوید به من بردیش ایستد، بردیش لباس خواهرت را میکشد. به ناموسی دیوس. امروز علمای تاجیک به نام علما ما را از خود ناامید کردند. الله ما را کفایت میکند. با وجودی که میدانستیم آنها دین خود را با اندک مال در برابر آزادی فروختند، اما با هر حال سراغ خانه هایشان را میگرفتیم تا رویم صحبت نماییم که از ما حمایت کنید. اما ماشاءالله چی حمایت کردن. اگر خاموش می بودم بهتر بود، تا ما حدی حقل می گفتیم. ترسیدن یا علاجی نداشتن، ولی با طرفداریشان هم ما را از خودشان متنفر کردن و هم مردم باقی مانده را گمراه کردن. ما دیگر علمایی نداریم که در کنارمان باشن و یا به دردمان خورن. اگر علمایی بود یا پشت پنجره هست و یا در جهاد است و یا غربا شده رفتن، هجرت کرده رفتن. ما امروز بجز الله کسی نداریم. اینا تا جای توانستن زندگی کردن را برای ما ممنوع کنند. اینها همه غلامان حلقه برگوش یهود و نصارا هستند. اینها همانند آنها کافرند ولی نقاب مسلمان را زدن. منافقان کثیف.
اینها از یک پارچه متاع ما میترسند، در حالی که در داخلش یک زن ضعیف است، در حالی که در داخلش یک جنس لطیف است. اینها از حجاب های ما میترسند، چون میدانند که زن داخلی این متاع نسل مجاهد را تربیت خواهد کرد، نسل صالح و صالحه تربیت خواهد کرد. آنها از این متاع میترسند، چون میدانند زن داخلی این متاع نسل عالم، نسل محافظ از دین و نسل سربلند، نسل ناترس، نسل شجاع، نسل موحد تربیت خواهد کرد. اینها از این پارچه متاع ما میترسند، چی برسد به خود ما؟ اینها چشم دوختن به بزرگترین مدرسه موحدین. این را بدانید، اگر این قانون نیست نشود، دیگر در تاجیکستان زن صالحه و با تقوا پیدا نخواهد کرد و خود آنها نیز برای دمیره فسادی خیش را گرفتن. بعد از چند سال هر راهی را امتحان میکنند، ولی دیگر راه فسادی خیش را گرفتن نمیتوانند، همانند غرب که امروز در این حال است. حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في حصوني، لست أرضى بالمجون. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية. الله را شکر گزاری میکنم بر نعمت اسلام. الله را شکر گزاری میکنم بر نعمت هدایت که ما را از نعمت هدایت محروم نگردانیده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروزها در شبکه‌های اجتماعی صدای زنهای مسلمان بلند شده است، چون ما را مجبور کردند که صدای خود را بلند کنیم، زیرا که منافقان و دشمنان دین الله دست درازی کرده ایستاده اند به عفت و پاکدامنی زنهای مسلمان و میخواهند حجاب زنهای مسلمانان را با بهانه فرهنگ بیگانه بکشند. بدانید ای دشمنان حجاب، ما زنهای مسلمان این حجاب را تنها به خاطر الله پوشیده ایم، چون امر الله است. عفت و شرف زن مسلمان است. ما هیچگاه حجاب خود را نخواهیم کشید. ای دشمنان دین الله، اگر با زوری این حجاب ما را کشیدن خواهید، بدانید که با برابری حجاب سرمان را نیز از تنمان جدا خواهید کرد. شما فکر نکنید که با 2-3 نفر از زنهایی که قدر و قیمت حجاب را نمیدانند حجابشان را کشیدن از ترس شما و توانستید که شما حجاب آنها را بکشید، ما نیز حجاب خود را میکشیم. نه، هرگز این فکر را نکنید، چون ما حجاب خود را هیچگاه از سر خود نمیگیریم. ما جان خود را فدای دین الله میکنیم، فدای این حجاب میکنیم. راضی هستیم که جان ما گرفته شود، اما حجاب ما از سر ما گرفته نشود. ما تیار هستیم که به خاطر حفاظت حجابمان دنیایمان را بفروشیم. فکر نکنید که ما به مانند او زنهایی که به خاطر 3000 سامانی 4000 سامانی حجاب خود را از سر گرفتن به مانند آنها نیستیم. ما هیچگاه به مانند این گونه زنهایی که از برای دنیا و از برای مال دنیا دین خود را فروختن، ما اونگونه زنها نیستیم. ای دشمنان دین الله، امروز شما مغرور نشوید به آن قوه‌ای که در دست دارید، به آن دست درازی که دارید مغرور نشوید. فکر نکنید که مردان مسلمانان تاجیکستان امروز سکوت کردن، آینده هم سکوت خواهند کرد. نه، هرگز. شاید این مردان مسلمانان تاجیکستان
ترس از جان خودشان یا به خاطر حفاظت عائله اشان سکوت کردند، چون معلوم است در تاجیکستان کسی صدا بلند کند، نه تنها صدا بلند کننده را بلکه عائله اش را نیز به تهدیدها، حتی به زندانها خواهد انداخت. ای دشمنان دین الله، بدانید که ما مادران مسلمان فرزندهای تربیه خواهیم کرد که دستان شما را کوتاه خواهند کرد و قوه شما را از دستتان خواهند گرفت و جان شمایان را به حلقومتان خواهند آورد، چون این فرزندها اشکهای مادرانشان را دیده بزرگ خواهند شد و جواب اشکهای مادرانشان را خواهند گرفت از شمایان. ما مادران مسلمان فرزندان خود را آنگونه تعلیم می دهیم که قیمت دین الله بالاتر است از جانشان. آنگونه تربیه خواهیم کرد که به خاطر دین الله جان خود را فدا خواهند کرد. انتظار باشید ای دشمنان دین الله، به سراغ شما خواهند آمد فرزندان ما. ای دشمنان دین الله، انتظار باشید که فرزندانی مادران مسلمان به سراغتان خواهند آمد، نه با صداهایشان بلکه با سلاحهایشان خواهند آمد. من یک مادری مسلمان همه فرزندانم را آنگونه تربیه خواهم کرد که جانشان را و حتی عائله اشان را فدای دین الله خواهند کرد. ای مادران مسلمان، فرزندان خود را تعلیم بدهید که دین الله قیمت‌تر و با ارزش‌تر است از جان و خانواده اشان، تا اینکه به مانند امروزه مردان مسلمانان تاجیکستان نباشند، بلکه به مانند صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم و به مانند امتان گذشته باشند. بار الها به دستان فرزندان ما دینت را نصرت بده. امین. بار الها به دستان فرزندان ما مادران مسلمان دشمنانت را به هلاکت رسان. امین یا رب. احتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي، سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام. فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي، فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. لا وربي لن أبالي همتي